درود و عرض ادب. جلسه ششم آموزش پاور میل. ببینید، ما تو جلسات قبل یاد گرفتیم که مدل رو چجوری ایمپورت کنیم. گفتیم از فایل ایمپورت مدل، یا اینکه گفتیم اکثر ماشینکارا میرن مستقیم از تو مای کامپیوتر فایلی که میخوان انتخاب میکنن و درگش میکنن تو محیط پاور میل. گفتیم قبل از اینکه ما دست به آیکون بزنیم باید یه سری کارا بکنیم. اولیش اینه که گفتیم میریم از روی مدل که اومده وارد محیط شده کلیک راست میکنیم، یه پروپرتیس میگیریم که طول و عرض و ارتفاع بلوکی که لازمه برای این مدل رو پیدا بکنیم که از روی اینا میتونستیم اندازه ها رو بخونیم. گفتیم اینا هم خیلی دقت داره. و همچنین گفتیم با استفاده از مژر ما میتونیم یه سری از اندازه ها رو بخونیم، مثل کی پوینت تا کی پوینت، مثلا از اینجا تا به اینجا اندازه بهمون میده، یا کرو لنگس که گفتیم فرض مثال طول یک کروی رو به همون میده. فرض مثال من اگه بخوام مثالی بزنم، مثلا اگر این باشه من مدل رو خاموش کنم. الان اگر من کرو لنگس رو بزنم میخوام ببینم این کرو بسته من چقدره. یه کافیه روش یک کلیک بکنم به من طول این مسیر رو میده. همچنین یاد گرفتیم اندازه ها رو از روی مژر ارا رو بخونیم. گفتیم با شورتکات آلت اچ ام میتونیم ارا رو بخونیم. گفتیم این راحت تر و سریع تر اینه که وای میستی هر جا اونجایی که ار داره رو بهت نشون میده، اونجایی که ار داره رو بهت نشون میده، اینجایی که ار داره رو بهت نشون میده، اینجا که ار داره رو بهت نشون میده. یا اینکه با استفاده از 3 نقطه که گفتیم بهترین حالت برای 3 نقطه استفاده از وایر فریمه که بیایم فرض مثال گفتیم قبل از اینکه از وایر فریم بخوایم استفاده بکنیم، برای اینکه این حالت 6 بچی 8 بچی اذیتمون نکنه ریفرش میکنیم و فرض مثال من میخوام اینجا رو به دست بیارم. با استفاده از 3 نقطه ردیوس رو پیدا کردیم. گفتیم این دوتا هم همون کاره شعار انجام میده، فقط اینا بحث قطره. یاد گرفتیم که چجوری زاویه مینور و ماژور رو پیدا بکنیم. فرض مثال مینور زاویه کوچیکه بود، ماژور زاویه بزرگی. گفتیم یه نقطه‌ای پیدا میکنیم کی پوینت یال 1 یال 2، یا ماژور خواستیم پیدا بکنیم زاویه بزرگش، گفتیم همون نقطه کی پوینت یال 1 یال 2 که از این ماژور. و گفتیم برای اینکه بتونیم جایی که فاصله طول یه خطی رو پیدا بکنیم که کی پوینت نباشه و مجبور باشیم از یه جا تا به یه جایی بدونیم، برای اینکه کجم بکشیم به مشکل نخوریم از لاین استفاده میکنیم که مثلا میایم از اینجا من میخوام بدونم تا به اینجا چقدر، تا به اینجا چقدر، اصلا کج میکشم. مهم اینه که تو راستای x اینجا دیفرنس رو به من میده، انگار من دقیقا موازی x انقدر از اینجا تا به اینجا فاصله است. درست دیستنسش اینه 70 ممیز فلانه، انگار من دیستنس با استفاده از این گرفتم دیگه 2 نقطه، ولی طول اون خطه که موازی x اگه بخوام بگیرم چقدر میشه، چون اینجوری خطا میزدم احتمالش خیلی بعیده که من بتونم دقیقا موازی x بگیرم. از لاین استفاده میکنیم که دقیقا خودش میاد در افزار لاین رو بهم نشون میده. با استفاده از پروپرتیس هم یه سری ابعادا رو میتونستیم بخونیم. فرض مثال من میخوام اینجا با اینجا رو شیفت و نگه میدارم، اینجا کلیک راست پروپرتیس ابعادا رو میتونستم بخونم توی اینجا توی این گزینه. مثلا من وای رو میتونم پیدا بکنم، فاصله اینجا تا به اینجا تو وای اختلاف داره دیگه، پس این 70 تا اختلاف اندازه اینجا تا به اینجا میشد. با استفاده از سلکشن ها
فهمیدیم که میتونیم سرفیس هایی که میخوایم و با استفاده از نگه داشتن شیفت انتخاب بکنیم یا کادر باز بکنیم که زیرش هم بگیرم و گفتیم اگر میخوایم زیرش انتخاب نکنیم و با کادر باز کردن این حالت فرچه مانند رو روشن بکنیم و بدون اینکه شیفت رو بگیریم هر چی رو خواستیم انتخاب کنیم یا کلا بکشیم. این دیگه مثل یه فرچه عمل میکنه دیگه، زیر مدل منو اینجا رو نمیگیره. من الان اینجا رو میکشم، دقیقا جایی که میکشم رو میگیرم. یاد گرفتیم که سریع بخوایم شعاع دیگه مدل رو پیدا بکنیم، مدل رو پیدا بکنیم، بفهمیم که کدوم ابزار کوچکترین ابزاری که واسه این مدل لازمه چه ابزاریه، با استفاده از مینیموم ردیوس و آیکانی که تو قسمت پلین شید هست، اینجا مینیموم ردیوس شید رو میزدیم، به ما یه ارایی رو میداد، یه رنگ سبز و یه رنگ قرمز رو نشون میداد. گفتیم مقیاسش، مقایسش برای رنگ سبز و قرمز از قسمت ویو، اپیرنس و این فلشه است که میگه آقا اگر قطر 20 یا شعاع 10 داشته باشی قسمت‌های سبز رو میزنه، قسمت‌های قرمز رو نمیزنه. با کوچیک کردن اینا، رنگ قرمز تبدیل به سبز شدن، میفهمیدیم چه ابزاری برای فینیش نهایی این کار ما میخوایم. گفتیم تلورانس هم 100 باشه. برای درفت انگل هم که اینجا بخوایم حساب کنیم زاویه منفی جهت خروج محصول اون از قالب، باید زاویه منفی رو پیدا بکنیم که از طریق این آیکون میفهمیدیم که کجا درفت داریم. ما الان نشون میده مثلا فرض مثال اینجاها یا 90 درجه است یا منفیه، که گفتیم بخوایم بدونیم 90 درجه یا منفیه، اینجا یه منفی نیم میدادیم و یه چک میکردیم. اگر مثبت میشد، زرد رنگ میشد، یعنی اینکه این قرمز زرد رنگ میشد، یعنی که 90 درجه است. و تو جلسه قبل یاد گرفتیم که گفتیم ما با ورک پلن محیط طراحی کاری نداریم، ما باید برای خودمون ورک پلن پیدا بکنیم و با استفاده از ورک پلنی که خودمون میخوایم روی مدل در نظر بگیریم ماشین کاری میکنیم. گفتیم اولین کاری که میکنیم مدل رو جوری که میخوایم روی میز ببندیم میچرخونیم، با فشار دادن غلطک موس هم مدل رو میچرخوندیم دیگه، حالا به این صورت یا به این صورت. گفتیم فرض مثال من میخوام این مدل رو به این صورت روی میز ببندم. نمایی که رو صفحه دسکتاپ من دارم میبینم، رو صفحه لپتاپم دارم میبینم، چشمای من محور زد دیگه. رو اون حالت گفتیم هرچی کیوبیک نشون میده رو، هر نوشته مهم نیست از بالا به پایین نوشته باشه یا از چپ به راست یا از راست به چپ، مهم اون نوشته است، اونو میزدیم، یه بار خارج میشد، بعد ما دوباره اینو برمیگردونیم و یه بار دیگه میزنیم که این بیاد توی دیدمون. گفتیم برای اینکه ورک پلن بگیریم میایم یه گوشه رو میگیریم، یه حالت سه‌بعدی پیدا بکنه. اصلا مهم نیست من دقیق بگیرم، صاف بگیرم، فلان کنم، مهم اینه که من بدونم اینو من سه‌بعدی گرفتم. بعد میریم تو قسمت بلوک با تلورانس 100 کلکیولیت میکنیم. فقط خیلی مهمه بیرون مدل یک کلیک بکنیم و بعد کلکیولیت بزنیم و تیک درا روشن یه چک میکنیم ببینیم اگر اوکی بود اکسپت میکنیم. گفتیم با استفاده از ورک پلن پوزیشن آن بلاک یه سری نقاط بهمون میده رو کی پوینت ها، رو میت پوینت ها و سنتر ها. ما گفتیم بالاترین و مرکز میشه نقطه‌ای که ما برای ماشین کاری احتیاج داریم. بعد اینکه
ورک پلنمون رو انتخاب کردیم باید بریم توی ادیتور، کلیک راست ورک پلن ادیتور و مثلا سواب اکسیز رو میزدیم، میگفتیم من میخوام زدم این باشه، از من زدو میخواد و ایکس رو گفتیم سمت راست ایکس و بالا زد، یعنی چشم رو نگاه بکنه. بعد اینکه انتخاب میکردیم زد و ایکس و ایگرگ خودش میداد. اکسپت رو که میزنیم اکتیو میکردیم. بعد اینکه اکتیو کردیم باید دوباره گفتیم بعد از هر اکتیوی باید دوباره کلکولیت بکنیم و میومدیم چک میکردیم اون نمایی که من میخوام تو حالت کنترل 5 به اون مقصد رسیدم یا نه. من اینو رو میز اینجوری میخواستم ببندم دیگه، نمیخواستم فرض مثال اینجوری ببندم، که من میخواستم رو حالت تاپ ویوم که این باشه اینجوری ببندم. پس من این مسیر رو رفتم تا تاپ ویوم این شکلی باشه. خب گفتیم الاین کردنم گفتیم چجوری میشه روی مدلی که کج میاد رو محیط پاور میل. ما نمیتونیم برگردیم به طراح بگیم بیا اینو صافش کن. ما باید با استفاده از این گزینه ها که ورک پلن فرام تری آرک، که با استفاده از یه آرکی، یه مقطع دایره‌ای، با استفاده از 3 نقطهش بتونیم الاینش کنیم، یا با استفاده از 3 نقطه الاین کنیم، یا با استفاده از ریوالف سرفیس بتونیم الاین کنیم، که اینا رو تو جلسه قبل کامل توضیح دادم. خب حالا بعد اینکه همه این کارا رو کردیم، آنالیزا رو انجام دادیم، ما تازه میرسیم به بحث استراتژی. استراتژی ببینید استراتژی چیه؟ من بخوام اصلا ربطی به پاور میل نداره، من میخوام یه چیزی بهتون، یه داستانی رو تعریف کنم. فرض رو بر این بگیرید شما من فرق نمیکنه، انسان های اولیه هستیم، برمیگردیم به 2000 3000 5000 سال قبل، زمان اصلا 10,000 سال، من نمیدونم که زمان غارنشینی. من به همراه خانواده‌ام تو دل کوه یه جایی رو نشون میکنم که میخوام آقا اینجا رو غار بسازم، برای خودم یه سرپناه داشته باشم. درسته؟ اولین جایی که من باید انجام بدم، در نظر بگیرم اندازه اون چیز هست دیگه، اندازه اون غاره است دیگه، کجا باشه، تو چه پوزیشنی باشه، چه موقعیتی باشه، نحوه رفت آمدش بهش چجوری باشه. خب مثلا حیوانات وحشی نتونن راحت بیان تو، چه بدونم بارون اومد نریزه توش، سیل اومد نیاد هممون رو خفه کنه، یا نمیدونم سنگا ریزش نکنن. یه استراتژی. پس قبل از اینکه من شروع بکنم به حساب بیل و کلنگ، اون موقع که بیل و کلنگ نبوده، با استخون مثلا ماموت، شاخ ماموت شروع کنم به کنده‌کاری، قبلش باید اول یه سری چیزا رو من در نظر بگیرم. مثلا آقا بارون اومد نیاد هممون رو خفه کنه، یا یه راه در رو داشته باشه، یه دفعه یه خرسی اومد تو غار بتونیم فرار کنیم یا یه جا گیر بکنیم. بعد اینکه همه اینا رو بررسی کردیم، دومین چیز واسه ما اینه که بدونیم مثلا من چجوری میخوام برم به این غار. مثلا فرض مثال میتونم نوک قله برم یه غار درست کنم، درسته شاید آدمای دیگه نتونن بیان منو شکار بکنن یا حیوانات وحشی صبور باشه قید منو بزنن، ولی فکر اینو بکنم که هر روز من میخوام بیام پایین برم مثلا از هایپرمارکت خرید کنم یا نه. حالا هایپرمارکت که عهد اجر نبوده، مثلا من خرگوش شکار کنم. خب پس من باید اول فکر اینو بکنم آقا من یه موقعیتی باشه که بتونم فرض مثال هر روز تردد داشته باشم. خب نکته بعدی اینه که من میخوام شروع کنم دیگه این غار رو به درست کردن دیگه، خونه میخوام درست کنم. خب من بر نمیدارم با یه دونه چه میدونم استخون خرگوش اصلا این غار رو شروع کنم به کندن، یا با یه قاشق. برمیدارم با بیل مکانیکی اون زمان مثلا استخون ماموت شروع میکنم به کنده کاری.
صخره رو میکنم و سایز رو درست میکنم، یه چاله مانندی، یه حفره مانندی تو دل کوه ایجاد میکنم. خب بعد که من اینو ایجاد کردم، دست خانومی رو میگیرم، میگم ببریم خونه برات درست کردم. خب خانومی تا میاد تو پاش یه تیکه سنگ گنده میره، یه سنگ تیز میره. این چه جور خونه ایه تو درست کردی؟ من از اینجا نمیتونم بخوابم که. اینجا همش برآمدگی داره، برجستگی داره، نمیدونم نوک تیز داره، رو دیوارهاش رد استخونهای ماموت مونده. پس من میام با اون استخون خرگوشه، خب میام شروع میکنم با حوصله، قبل اینکه خانومی رو بیارم با حوصله شروع میکنم به اضافه اون کنده‌کاری‌ها که مونده رو سطح دیواره، رو کف زمین، چه میدونم رو گوشه موشه ها، اینا شروع میکنم اونا رو با حوصله تر و تمیز کردن. مثلا تاقچه‌ای اگه درست کردم، بخچه‌ای اگه درست کردم، نمیدونم کابینتی درست کردم، محل اتاق خواب درست کردم، تخت خواب درست کردم، اینا رو میام شروع میکنم به صاف و صوف کردن، مرتب کردن، تمیز کردن، صیقل دادن، یه چیز آماده و حی حاضر باید میگم. خب این میشه دیگه بهش گفت خونه. حالا این داستان رو من برای چی تعریف کردم؟ ببینین واقعیت زندگی ماست تو همه مراحل، اصلا ماشینکاری و اینا نیست که، تو تمام مراحل شما مثلا خونه تکونی میخوای بکنی، خب عیده میخوای خونه تکونی بکنی، همون اول بر نمیداری روزنامه رو برید شیشه رو تمیز کنی که. شروع میکنی اول فرشاتو میدی قالی شویی، بعد میای نمیدونم وسایلای کهنه رو میریزی دور، گردگیری میکنی، نمیدونم یه جایی ایراد داره، گچش ریخته، رنگش ریخته، اونا رو درست میکنی. همه این کارا رو میکنی، تر و تمیز که شد آخر مثلا شیشه پاک کن رو برمیداری میاری مثلا شیشه رو هم تمیز میکنی. خب اصلا با دور زیادم میزنی که انقدر دستت سریع بچرخه که هیچ ردی نمونه تو شیشه، هیچ لکی نمونه. خب پس ما اولین کاری که باید بدونیم توی ماشین کاری، اولین چیزی که باید توی ماشین کاری بدونیم اینه. پس ما توی واقعیت هم وقتی میخوایم ماشین کاری بکنیم، خب اولین کاری که میکنیم یه سایز بلوکی رو سفارش میدیم دیگه. میایم با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری، مدل که میاد از واحد طراحی، میایم با پروپرتیس یا با مژر طول و عرض و ارتفاع رو در میاریم اگر قرار باشه که با بلوک انجام بدیم. حالا مثلا بعضی موقع با بلوک انجام نمیشه، قطعه ریختگری میاد که مثلا نولا چدن ریزی شده، نمیدونم یا قطعه برنجی ریختگری شده میاد براتون. پس اولین کاری که من میکنم باید اندازه بزنم که سایز من، خونه ای که میخوام به سایز من میخوره، من بتونم برم توش زندگی کنم دیگه. پس این سایز بلوک هم من میخوام ببینم این مدل من باید از این سایز بلوک هم در بیاد دیگه. من باید مثلا در حد نیم میل، یه میل اضافه بگیرم این بلوکو که بتونم ابزار رو کامل روش بچرخونم، تر و تمیزش کنم، سایز کنم، فلان کنم. دومین چیزی که هست موقعیت اون بلوک رو میز CNC. ما گفتیم باید خونه رو یه جا بسازی که فرض مثال بتونی راحت بری تردد بکنی، بتونی فردا میخوای کار انجام بدی، اینا نری نوک قله بسازی که هر روز بخوای کوهنوردی کنی صبح تا شب. ماشین کاری هم همینه، شما قطعه رو باید یه جوری، من میتونم قطعه رو اینجوری ببندم رو میز، خب به درد من میخوره؟ نه. میتونم اینجوری ببندم، به درد من میخوره؟ نه. میتونم اینجوری ببندم، به درد من میخوره؟ باید من استراتژی بچینم یه نوع قطعه رو جوری رو میز ببندم که اولا موقع ماشین کاری دید کامل داشته باشم، اشراف کامل داشته باشم و اینکه بهترین نتیجه رو بگیرم. مثلا روبند رو یه جوری ببندم یا حالا با جک بخوام ببندم یه جوری ببندم بهترین نیروی گیرشی رو ایجاد بکنه. عرض به حضور شما راحت تر بزنم توی مرحله، بزنم بریزم پایین دیگه، نخوام من فرض مثال بردارم مدل رو دوباره چپش کنم یه بار دیگه صفر و صفر بگیرم، توی یه مرحله بلوک بزنم بریزم پایین.
خب سومین چیز چیه؟ ما گفتیم توی خونه ساختن اینه که شما اول ابزارتو انتخاب کنی دیگه. مثلا نری برای اینکه روز اول حفره‌ای تو دل کو میخوای ایجاد کنی یا هار درست کنی با استخون خرگوش شروع کنی به کنده کاری. گفتیم میری بیرمکانیکی اون زمان شاخ ماموتو پیدا میکنی، خب با دور کم، با فید کم، بعد نمیدونم با زور زیاد، ابزار گنده شروع میکنی به تخلیه کردن. بعد کجاها رو تخلیه میکنی؟ اون حفره‌ای که تخلیه میکنی که فرض مثال کل کو نمیریزی پایین، که حفره‌ای رو تخلیه میکنی که اون مدل خونت رو بده. خب ماشین کاری هم همینه. من میخوام اولین سری بردارم فرض مثال این مدلو اومده برای من، یه بلوک هم اومده، این کمرنگ بلوک دیگه بستم رو میز. فرض مثال من یه همچین بلوکی بستم رو میز CNC، میخوام این مدل رو از توش در بیارم. اولین کاری که میکنم من باید یه ابزار گنده نسبت به مدلم، خب یه ابزاری که حداقل تو مرحله اول 70-80% سفاله های اضافی. سفاله چیه؟ ایناست، ببینیم منطقه سفاله، این منطقه خالی که نرسید، جایی که جزء بلوک هست ولی جزء مدل نیست، به اونو میگن سفاله. خب یعنی شما برای اینکه به این مدل برسی باید یه سفاله‌های خالی کنی تا به این مدل برسی دیگه. مثلا این سفاله‌ها برسی به این مدل. خب پس من باید یه ابزاری انتخاب بکنم که این ابزار تو مرحله اول 70-80% سفاله رو بریزه پایین. من اگه بیام یه ابزار گنده که فرض مثال مترش چی میدونم به این گندگی باشه، خب این فقط میتونم این کفتراش بگیرم یه مرحله به و چه عجب، ابزار من نره توی این قسمت‌های اضافی این مدل درد من نمیخوره که. یا نه من بیام به خاطر این شیاری که اینجا هست یه ابزار کوچولو ببندم، مثلا یه ابزار چه میدونم قطر 6 ببندم، قطر 4 ببندم، بعد بشینم یه سال قضیه اون استخون خرگوش میشه دیگه. یه سال 2 سال فقط شروع کنم با کنده کاری، یا طرف واسه از زندان فرار کنه با قاشق شروع کرده با کنده کاری. خب چرا یه جایی هست مثلا شما مجبوری به چه صورت؟ فرض مثلا پنجشنبه است، بازار تعطیله، کف کارگاه ابزار نداری، نگاه میکنی به موجودی ابزار. فرض مثال این مدل رو میتونی با یه ابزار مثلا چه میدونم 40 بزنی، خب قطر 40، ولی نگاه میکنی تو کارگاه ابزار 40 نداری، یه ابزار کلا 12 داری. خب بعد شنبه هم قول دادی اینو فرض مثال ببری بدی به مشتری، خب این مدل شنبه باید تحویل مشتری بدی. خب من الان بردارم تو بازارم هیچکی نیست که برم ازش ابزار 40 رو بخرم، خب مجبورم با ابزار 12 شروع کنم به خشنکاری. چرا؟ چون من زمانه رو دارم دیگه، پنجشنبه غروبه تا شنبه صبحم من وقت دارم، شروع میکنم حالا 2 ساعت من بشه 4 ساعت، خب مشکلی نیست، حداقل بدقول نمیشم. خب ولی یه زمانی از روز شنبه، خب روز شنبه بازار بازه، ابزار فروش همسایته، همه ابزارا دم دست است دیگه. اون موقع برداری با ابزار مثلا ابزار 60 میخواد تو این کارو بزنی، برداری با ابزار 6 بزنی، اون وقت یه چیز مسخره ای میشه. مثل این میمونه فرض مثال خب شما یه بار هندونه رو میخوای بیاری از مشهد تا تهران، خب 2 تا هندونه بندازی پشت یه تریلی برداری بیاری تهران، میگی من بارو بردم دیگه، استهلاکم دادم، ولی بر 2 تا هندونه شما باید حداقل 10 تن 15 تن 20 تن هندونه بزنی بیاری که اون ارزش اونو داره دیگه. یه تریلی استهلاک داره که 2 تا هندونه، اون هندونه رو باید چند میلیون دلار بفروشی که سودش باید بیاد. یه زمانه مثلش بله مثلا ظرفیت اون تریلی 20 تنه، خب شما بار اون تریلیه رو بار یه پراگانت زدی، خب اون پراید رو داری میتره کنی دیگه. پس باید اولا برای استراتژی نگاه به داشتهات بکنی، به داراییت و نگاه به هدفت، مقصدت، شما میخوای به چی برسی. خب پس من برای این کار
آقا من میخوام این قاره رو درست کنم. خب استخون ماموت داری؟ دارم. خب بسم الله کنده کاری کن. میکنم میرسم به یه جا. خب دیگه الان اینا ریزه پیزه است، من دوباره بیام این ریزه پیزه ها رو با استخون ماموت چیز کنم، بکنم. این سنگریزه های ریز که کف زمین مثلا به پام میخوره یا کنج چه میدونم تاخچه است، با اصلا اون استخون ماموت کنج تاخچه نمیره که. من باید بعد انقدرم سنگینه، مگه من برای هر سنگریزه بخوام یه استخون ماموت دستم بگیرم که خسته میشم، استهلاکم میره بالا. پس اونجا میام چیکار میکنم؟ از اون استخون خرگوشه استفاده میکنم. اونجا میام چیکار میکنم؟ از اون ابزار ریزه استفاده میکنم که من بخوام تر و تمیزش بکنم، فرمش کنم، سایزش کنم، مدل رو با استخون ماموت مدل رو به نزدیکی‌های مدل میرسونم بلوکو. خب یه میل که نه، نیم میل، 3/10 4/10 مونده به سرفیسم میرسونم. بعد میام با یه ابزار ریز تر و تمیزش میکنم، سایزش میکنم، با دور بالا با فید بالا تر و تمیزش میکنم، خوشگل میشه مدل. پس ما کل استراتژی پاورمیل که یه چیزی هست تو اینجا به اسم، وقتی من این تورپس رو باز میکنم نوشته استراتژی سلکتور، انتخاب استراتژی. خب اینجا یه سری به ما استراتژیایی میده. خب با این استراتژی ها من شروع میکنم به خالی کردن سفاله و سایز کردن مدل. موقعی که من سفاله، هدفم فقط سفاله خالی کردن باشه، یعنی فضا اریه ها یا اون فضاهایی که توش بلوک هست ولی مدل نیست. خب الان اینجا شما مدلی میبینی، مدل نیست ولی بلوک هست، یعنی من بلوک رفتم خریدم دیگه، یه بلوک مستطیلی خریدم فرض کنید، بعد این مدل اله رو میخوام از توش در بیارم. خب این یه تیکه میشه سفاله دیگه، من باید این ابزار بندازم یه تیکه رو بریزه پایین. خب پس اون جاهایی که من هدفم سفاله خالی کردنه، خب اونجا میشه خشنکاری. و اون جایی که من میخوام به دیواره مدل برسم، سایز کنم، تیکنسم با دیوار صفر بشه و مدل رو کامل تر و تمیز مرتب با کیفیت سطح خوب بیارم بیرون، اونجا رو بهش میگم فینیشینگ. پس یه نفر وقتی از بیرون دستگاه منو میبینه مثلا دستگاه سر و صدا میکنه، بعد نمیدونم همینجوری سفاله میپاشه از روش، میفهمه که من دارم خشنکاری انجام میدم. بعد یه موقع یه نفر دیگه بیرون نگاه میکنه، ماشین من ویز ویز میکنه، ویز اینجوری میکنه با یه دور بالا، بعد کلا 50 گرم همون کف میز سفاله نیست، میفهمه که من دارم چیکار میکنم؟ فینیشینگ انجام میدم. مثلا کاری به این استراتژی ها ندارم. هر موقع سفاله زیادی و من تونستم با یه استراتژی خالی بکنم، سفاله زیادی رو بریزم پایین، اون خشنکاریه. هر موقع من با یه استراتژی کیفیت سطح و سایز کردن مدل رو انجام بدم و سفاله نریزه، فقط سایز کردن مدل رو من بخوام انجام بدم، به اون میگن فینیشینگ. شما احتمال داره با فینیشینگ خشنکاری بکنی، احتمال داره فینیشینگ انجام بدی. پس از استراتژی اینجا نوشته فینیشینگ، عد نیست این که من حتما باید با این فینیشینگ انجام بدم. استراتژی فینیشینگ یعنی چی؟ یعنی فقط مدل رو میشناسه، پروفایل مدل رو میشناسه، یعنی پوستر رو درک میکنه، این قسمت های آبی رنگ رو درک میکنه، این قسمت بلوک اصلا درک نمیکنه، نمیفهمه این چیه. خب ولی اریا یا این قسمت تریدی اریا کلیرنس، خب رافینگ رو درک میکنه، یعنی فرض مثال اینجاها رو درک میکنه، اینجایی که بلوک هست رو میفهمه. حالا یه جا هست من میام مثلا با یه تکنیکی یه کاری میکنم که استراتژی فکر کنه داره پروفیل میزنه، مثلا پروفیل رو درک میکنه ولی داره در واقع خشنکاری میکنه. خب پس این یه تکنیک دیگه. حالا به هر طریقی من اگر کاری بکنم که
سفاله زیاد بریزه، چه با فینیشینگ چه با خشنکاری میشه رافینگ یا خشنکاری. اگر من به پروفیل برسم میشه چی؟ فینیشینگ. اینا رو من گفتم که وارد استراتژی بشیم. پس ما یه هدفی داریم. اولین کاری که میکنیم سفاله ها رو میریزیم پایین و بلوکمون رو شبیه مدل میکنیم، نه خود مدل، شبیه مدل. مثلا شاید اصلا من یه حالت ال در بیارم اولین ابزاری که زده باشم، ولی این یه مدلیه که اینجاهاش اینجوریه، اینجاهاش یه دایره ماننده، اینجاهاش یه ار داره، ولی من فقط با یه ابزار زدم، فقط این یه تیکه رو خالی کردم. خب پس اولین کاری که ما میکنیم اینه که استراتژی باید بگیریم که شبیه بکنه به مدل. خب بعد استراتژی باید بگیریم که جاهای اضافی که مونده از بلوک، نه پروفایل، از بلوک، ابزاری که قبلا زدیم مثلا مستخدم ماموت بزرگ بوده نتونسته بزنه، بعد یه ابزار کوچیکتر میگیریم، اون جاهایی که ابزار بزرگی اون کنج تاخچه رو نتونسته بزنه رو سنگریزه‌هاشو بریزه پایین، با اون ابزار کوچیکه میریم میزنیم. خب به اون میگن رست. خب مرحله نهایی که من بخوام مدل رو در بیارم از تو بلوک، یعنی دیگه دقیقاً به همون مدل مقصودم برسم، پروفیل رو فقط میشناسه، به اون میگن فینیشینگ. پس ما 3 مرحله کار انجام میدیم تو کل استراتژی ها: خشنکاری، رست و فینیشینگ. حالا خود اینا هر کدوم یه داستان جدا داره که تو جلسات آینده میگیم خدمتتون. خسته نباشید. لطف کنید لایک کنید، اگر از کلیپ خوشتون اومد شیر کنید، سابسکرایب ما بشید، تیک زنگوله رو بزنید که مطلبای جدید گذاشتم شما هم بتونید دنبال کنید ما رو. خسته نباشید.